کار کن حسابی سلارکای قیمت کم شده است. فروخ جوراєв ساکن شهر خوجند میگوید در تقریبا یک ماه آخر نرخ سوزشواری به طور چشمرس بالا رفته به کار و زندگی او هم تاثیر رساند. نقلیات فروخ با دیزل میگردد و آن را نمیتوان در همه جا پیدا کرد. مثل سلارکا قیمت 16 سومون با نیست 100 لیتر میتیان و که ده 100 لیتر ساعتی 12 شب میریم آچیراد میسیم سلارکیه تا ساعتی 6 ساعت داداسیم بعضی زپرافکا نیست. حالا یک لیتر سلارکا یا دیزل در مرکز ولایت سوخت به 15.5 سامانی و گاهی از آن بیشتر فروخته می شود. ماه قبل آن تا 10 سامانی ارزش داشت. به نوشته بعضی از کاربران و مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی، نرخ دیزل در منطقه‌های دیگری تاجیکستان از مرز 17 سامانی گذشته است. این وضع اساساً به کار مسافرکشان‌ها آسیب رسانده است. برای نمونه بیشتر از یک هفته باز اکثر اتوبوس یا مسافربرهای داخل شهر خوجند از حرکت مانده‌اند. مسافربرهای خرد هم در کوچه‌ها کمتر می‌گردند. فایده نمیماند. برای صاحب کار کرده گشتیم. خواستیم ماشروتکه کم گشته است. خلق کوچه سرسان شده است. ماشروتکه نیست. اول وقتی همینجاند ماشروتکه پایشنبه داشت پر میشد. از نیست من ماشروتکه. یک تا دیده میدارد تمام. خبرنگار رادیو آزادی روز 8 ایول به چند نقطه فروش سوزشواری در خوجند سر زد. در آویزه اکثری آنها که همیشه نرخ بنزین و سلارکا و گاز مائع نمایان بود، این دفعه چیز دیده نمیشد. هرچند بعضی از تاجران و نمایندگان شرکت‌های فراهم کننده سوزشواری در صحبت‌های خودمانی افزایش نرخ را تصدیق کردند، سببش را نگفتند. طبق تحلیل سازمان جهانی آذوقه‌واری، نرخ میانه سوزشواری از جمله بنزین و دیزل در تاجیکستان در مقایسه با هفته پیش از 9 تا 18% بالا رفته است. منبع میگوید صاحبکاران وطنی سبب‌های بالاروی نرخ سوزشواری را به بالا رفتن ارزش آن در دولت‌های استحصال کننده و صادرات کننده و به مقدار نسبتاً کم واردات شدن آن از خارج کشور ارزیابی نمودند. تاجیکستان قریب همه سوزشواری مورد نیازش را از روسیه می‌آورد. هفته‌های آخر چند کارخانه نفت روسیه از جمله کارخانه کارکرد نفت اومسک که توانایی‌اش در یک سال 21 میلیون تن سوزشواری است، هدف حمله‌های پهپادی اوکراین قرار گرفته در خود این کشور بحران مواد سوخت پیش آمده است. مسئولان خدمات ضد انحصاری در نشست مطبوعاتی در ماه فوریه امسال گفتند سال 2025 از خارجه به تاجیکستان بیش از 1 میلیون و 200 هزار تن محصولات نفتی آورده شد که 84% به روسیه مربوط است. حالا آنها نگفتند که اگر آوردن بنزین و سلارکا از روسیه دشوار گردد چی برنامه آلترناتیوی دارند. در آژانس هویت شهروندی روز 8 ایول گفتند که برای خریدن سوزشواری هواپیما با قزاقستان و ترکمنستان مذاکرات دارند. فروخ جورایف هم صحبت ما در خوجند میگوید وضع را پیگیری میکند، ولی شاید تا زمانی به اعتدال آمدن بازار و دسترس شدن نرخ سوزشواری ماشینش را در یک گوشه بماند. کار ماشین میمانی میکن کار طوری نمیگیرد. نرخ و نوا قیمت شد و بیزنسمن های هم کار کدام طوری نمیگیرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.